امید یوزی هستم، بازیگر نقش ارمایل. من مهدی صمیمی هستم. من نوید محسنیان هستم. من فرتاش دوراندیش هستم. من لقمان قادری هستم. ارمایل تو نمایش ریکچا یک سربازی از مریوان کرده و دیرتر از همه به آسایشگاه اضافه میشه. ورود ارمایل با یه پنهونکاریه و با یه دروغی وارد میشه و چالش اصلی من تو این نقش مربوط به همین قضیه میشه. نقشم توی ریکچا هم فامیلی با خودمه، سهراب صمیمی. در واقع یک دانشجو، اینطور بگم، فارغ التحصیل فلسفه است، فوق لیسانس فلسفه داره، افتاده پادگان مرزی ریکچا و خب داره روزگار میگذرانه. هدفش هم این بوده که بیاد سربازی، بعد از سربازی مهاجرت بکنه به، فکر میکنم، امریکا. چرا میگم فکر میکنم؟ چون که خیلی دقیق تو نمایشنامه ما اشاره مستقیم نداریم، ولی خب بیشتر حرف امریکا رو میزنیم که خب در طول نمایشنامه اتفاقی که براش میفته دیگه نمیتونه مهاجرت کنه. اتفاقم نمیگم چی. که نقشم داخل نمایش ریکچا سیاوش هستش، یک سرباز مازندرانی که عشق تئاتر و بازیگری رو داره و بر حسب اتفاق سربازیش افتاده توی نقطه صفر مرزی پادگان ریکچا، سیستان بلوچستان، مرز افغانستان. و توی نمایش هم حالا یه سری چالنجایی با بچه‌ها داره به عنوان کار کردن تئاتر و حالا اون دید هنری که داره و خدمتتون عرض بکنم که بچه‌ها رو سعی میکنه که با تئاتر آشنا بکنه، بهشون نقش بده، براشون نمایشنامه نوشته و همین. یک کاراکتری دارم به اسم سنی‌الدوله قشقایی، یک آبادانیه که خب از یک سطح نسبتاً پایین‌تر از متوسط جامعه داره میاد و داره نشون میده که خب سختی‌های جامعه یه مقداری فراتر از اون چیزیه که حالا ممکنه اون سطوح دیگه جامعه که توی سربازی و خدمت وقتی باهاش مواجه میشن تازه میبینن، خب ممکنه این لایه‌های دیگه جامعه هم ببیننش. شاید مثلا اون سطوح دیگه جامعه توی خود برخوردهای نرمال باهاش مواجه نشده باشن، تازه تو خدمت اومدن همچین افرادی رو شناختن، وقتی باهاشون زندگی کردن. یه سری افراد همدیگه رو تازه توی خدمت میبینن، میشناسن، شاید اونجا با هم ارتباط برقرار میکنن. دارم راجع به لایه‌های جزئی‌تر قضیه صحبت میکنم، چون نمایش ما خیلی سعی کرده با عامه ارتباط برقرار بکنه، سعی کرده باهاشون راحت صحبت بکنه. حالا من یه ذره دارم جزئی‌تر صحبت میکنم راجعش. و کاراکتر گرمایل در جریان تمرینات و کارگاهی اتودایی که میزدیم به وجود اومد، ترکیبی از کاراکتر خودم و کاراکتری که عمومیت قشر متوسط جامعه رو شامل میشه. گرمایل شخصیه که در زندگی تلاش زیاد کرده، برای اهدافش خیلی جنگیده اما به جایی نرسیده و در انتها مجبور شده بیاد خدمت سربازی. از اونجایی که هر جا میخواسته کار کنه موفق نشده استخدام بشه و الان توی پاسگاه مرزی ریکچا داره خدمت میکنه. چیزی که برای من خب یه ذره پیچیده بود این بود که بفهمم توی یک پادگان مرزی دقیقاً داره چه اتفاقی میفته و خب انسان چه چیزهایی رو تجربه میکنه. یعنی مواجه بودن با مرگ و در آستانه مرگ قرار گرفتن در اصل چه احساسی رو میتونه داشته باشه. این خیلی سخت بود و خب سعی کردم یک سری مستند ببینم از کسانی که توی مرز خدمت میکنن. منظورم از خدمت الزاما سربازی نیست و به کلی مرزبانی میکنن و از خب کسایی که اونجا روزگاری رو گذروندن سوال میپرسیدم که چه جوری بوده، چه چیزایی تجربه میکردین، چه احوالاتی داشتین. و خب فکر میکنم کلا در نهایت نمیشه فهمید در آستانه مرگ بودن چه احساسی داره. یعنی اینکه شما شب بخوابی صبح ندونی بیدار میشی یا نه، این رو فکر میکنم هیچ کسی نمیتونه بفهمه. این سخت‌ترین چالش هم. ببین خب اگه از دید خودم ببینم که خب از شهرستان پا میشیم میایم، مهمترین قضیه‌ای که برای ما همیشه بوده شاید یه گله‌ای باشه، چالش هم شده، خب بس تئاتر آکادمیک بوده برای ما و خب چیزی که متوجه میشیم واقعا متاسفانه این بوده که توجه لازم به بچه‌های آکادمیک نشده و خب
همین باعث میشه وقتی به سختی اگه بشه وارد دنیای به قولی عملی شد و حرفه‌ای بشه کار کرد، باز یه دنیای ناشناخته‌ایه و خب همین باعث میشه که کار رو سخت کنه برای بچه‌هایی که قطعاً هم فضا از لحاظ زیستی براشون ناشناخته است و هم فضای حرفه‌ای و عملی که کار میکنن. اولین چالش و مهمترین چالشی که داشتم لهجه بود، چون من اصالتا تهرانی هم و تهرانی خیلی غلیظی هم هستم، یعنی هم مادر هم پدرم شمرونیه، مادرم تهرانیه و اصلا لهجه تا الان کار نکرده بودم. حالا همیشه به عنوان اتود کلاسی بوده است که مثلا میزدیم، داخل اتودایی داشتیم اون موقع که هنرجو بودیم، البته الان هم هنرجو هستیم و خدمتتون عرض بکنم که واقعا میتونم بگم سخت‌ترین چالش من لهجه بود، چون همه بچه‌ها اینجا نیتیو و اصالتا همون جایی هستن که اون لهجه رو دارن بازی میکنن و واقعا هم بی‌نظیر این کارها رو بردن و یک چالشی بود نسبت به لهجه و یک چالش روانی بود برای من که من کار بچه‌ها رو خراب نکنم و یه موقع مثلا براشون دست انداز نشه. و تقریبا میتونم بهتون بگم که یه مدت زیادی داشتم لهجه رو کار میکردم، با علی صحبت کردیم و روی لهجه اتفاق نظر پیدا کردیم و حالا پیش یکی از دوستان مازنی میرفتم و این دیالوگا رو برام میخوند با اون لهجه و گویش مازنی شیرین میگفت و من اینو شب و روز داشتم گوش میدادم که فقط گوشم با لهجه آشنا بشه، حالا بعد بشینم ببینم چه خاکی باید تو سرم بریزم. راستش ما خیلی سعی نکردیم اینجا کار خاصی بکنیم با بچه‌ها، زیست کردیم بیشتر. یعنی آن چیزی رو که شما روی صحنه می‌بینید بیشتر بچه‌ها همه فارغ التحصیل هستن، همه درس خوندن توی حوزه بازیگری، همه دانشگاهی هستن، همه مؤسسه‌ای هستن، همه سالها بیش از یک دهه هر کدوم کار کردن، اما بیشتر سعی کردیم زیست کنیم، زندگی بکنیم توی این حوزه، کار انجام بدیم. یعنی فکر می‌کنم 2 سالی هست داریم کار می‌کنیم روی این نمایشنامه، روی این موقعیت ها. بیشتر سعی کردیم کنار هم دیگه زیست بکنیم، دور هم باشیم. اون کارهایی که مثلا خودتونم آقا هستین، دور هم آقایون جمع میشن، با هم دیگه چه ارتباطی دارن، اون اتمسفری که با هم دیگه میسازن، اون روابطی که کنار هم دیگه جمع میشن، مثلا با هم دیگه میرن میشینن دور هم یه کافه‌ای، مثلا دور هم دیگه یه جایی میشینن گپ میزنن، چیا میگن، با هم دیگه میشینن از خاطرات خدمتشون تعریف میکنن، سنشون یه ذره رفته بالاتر و اینا. یه همچین اتفاقاتی حالا داره تو سنین جوانتر میفته. حالا من که واقعا سنم هم بالاتره، یه ذره سفیدام هم معلومه، ولی بیشتر اون زیسته الان خیلی مهمه. حقیقتا اون چیزی که در فضای آکادمیک اتفاق میفته الان دیگه میره به حاشیه. یکیش به لحاظ فرم و بدن بود. ما تو اتودایی که میزدیم یه جایی گرمایل پل میزنه و تا وسط صحنه میاد که من این قابلیت رو اون موقع نداشتم و از علی فرصت خواستم. چیزی حدود 1 ماه تمرین کردم، هم کلاسای یوگا رفتم، هم به صورت خودآموز تو خونه تمرین میکردم و این حرکت رو در آوردیم. حرکات بدنی زیادی از تو کار به شکل فرم که اونا هم خودشون چالش برانگیز بودن که از پسش بر اومدیم. نکته دیگه ای که هست، یه سری دیالوگا داره گرمایل که از زیست شخصی خودم میاد و خب تبدیل کردن اینها به دیالوگ یک کم نیازمند فکر و تأمل بود که اتودای زیادی زدیم. یه جاهای دیالوگ تغییر میکرد و به نظرم چالشی ترین بحث کاراکتر همین بود. اون جاهایی که باید از زیست شخصی خودمون یه چیزایی رو به کاراکتر اضافه کنیم که داخل متن نبود و بحث بدنش هم بود، فیزیک گرمایل باید چجوری باشه، نوع صحبت کردنش هم چون یه جورایی تو کار داره ترجمه میکنه، اینکه خود کردی باشه یا فارسی باشه، یه چیز ما بین باشه. همه اینا چیزایی بود که در پروسه تمرین، کار کارگاهی و با هدایت علی تایید میکرد و شکل گرفت. معضلات و مشکلاتی که داریم، من آخرش رو بگم من خیلی معضلات و مشکلاتی ندارم، ولی خب میبینم در دوستام که بیشتر چیزی که باش مشکل دارن اینه که نمیتونن تو خیلی از سالن‌های شهر اجرایی داشته باشن، احتمالاً انتخاب خیلی از کارگردان‌ها نیستن و خب در آوردن یک سری از نقشا براشون سخته. نمیخوام برم به سمت مثلا مشکلات اجتماعی یا سیاسی، مشکلاتی که خب اجتماعی هست برای یک بازیگر طبیعتاً
حجم درآمد کمه، یه چیزی که یه پیدا و واضحه. ولی خب این انتخابی بوده که ما کردیم دیگه، این در واقع انتخاب کردیم که این سبک زندگی بکنیم، احتمالاً از سایر شغل‌ها کمتر پولی در بیاریم، ولی خب انتخابمون بوده، داریم به علاقمون میپردازیم. نمایش ریکچا به نظرم یه نمایشیه که به قولی ساده است، همه فهمه و دلی این نمایش. خیلی راحت میتونی بیای تو سالن بشینی و از این کار لذت ببری، یه جایی بخندی و حتی غمگین بشی و بعضی وقتا هم به فکر فرو بری. چیزی که فکر میکنم ریکچا رو خیلی برای همه ملموس میکنه اینه که اکثرا همه یه تجربه، برای پسرها که قطعا همه این تجربه رو داشتن و خب بازم به نوع دیگه‌ای همه این فضا رو داریم و همین باعث میشه این ارتباط برقرار کردن خیلی راحت‌تر بشه و فضای ملموسیه، همه به قولی انگار آینه و مقابل خودشون میبینن. کلیتش اینه که تئاتر یک ذره از اون بستری که قبلا داشته، حالا من اون بسترها رو قبلا ندیدم چون خیلی به سنم نمیخوره، ولی چیزهایی که شنیدم و خوندم یک ذره به نظر من ساده تر بوده از لحاظ هزینه ها و از لحاظ مشکلاتی که برای یک کارگردان وجود داره و برای یک بازیگر وجود داره. قبلا شاید به نظرم ساده تر بود، یعنی شاید صرفا یک کیفیتی اگر داشتید، این کیفیت مثلا میشد مبنی بر این که حالا اجرا برید و این اجرا صدا بکنه. الان به واسطه، حالا نمیتونم بگم سالن ها، قطعا خب سالن ها هم نقش به سزایی در پررنگ شدن تئاتر دارن ها، ولی صرفا بابت هزینه هاش دارم اینو عرض میکنم. میبینم یعنی خب گروه ها دوستانم دغدغه مالی دارن، دغدغه پر کردن سالن دارن، عرضم به خدمت دغدغه که نه، قطعا دغدغه تبلیغات دارن، دغدغه ارشاد رو دارن و هزاران سنگ هستش که یک بازیگر باید به همه اینا حواسش باشه. حالا تا زمانی که به اون شرایط آرمانی برسه و تا قبل از اون باید همه اینا رو مد نظر داشته باشه. شاید یک ذره فاصله بگیره از اون استانداردهایی که در ذهنش هستش، ولی خب برای گروه ما به واسطه حضور تهیه کنندمون این اتفاق خیلی سهل شد. یعنی ایشون خیلی دارن برای ما پشت صحنه زحمت میکشن و کاملا برای ما مشهوده و ما تمرکزمون صرفا فقط روی صحنه است و لطف ایشون بوده و شانس ما. ولی امیدوارم که این اتفاق برای مابقی جوانان و گروه‌های تئاتری که هنوز مثل ما هستن اسمی در نکردن بیفته، که بچه‌ها بتونن صرفا زمانی که روی صحنه هستن فقط به بازی فکر بکنن، یعنی نه به دکور بستن، نه به دکور جمع کردن. خب این الان برای ما افتاده و خیلی میدونید توی سطح استانداردی هستیم و به نظرم دیگه خیلی جزئی نشیم دیگه. خیلی موضوع مفصله، اصلا شاید بتونید یه برنامه جداگانه راجبش درست بکنید و خیلی اساتید بزرگتری هستن میتونن راجع به این موضوع گپ بزنن و اینها. من که اصلا خیلی کوچیکم، ولی من به عنوان یه عضو خیلی کوچیک تو حوزه تئاتر و مثلا حوزه فیلم کوتاه دارم فعالیت میکنم، تصور میکنم که خیلی کوچیکش رو اگر بخوام بگم اینه که مثلا چیزی که تو ایران اصلا وجود نداره، مثلا آژانس ها و مثلا مدیر برنامه هایی هستن که در اقصا نقاط دنیا وجود دارن که خیلی حرفه‌ای دارن فعالیت میکنن توی حوزه های بازیگری، مدلینگ، عکاسی، هنرهای تجسمی و توی تمامی حوزه های هنر در اقصا نقاط دنیا. ولی اینجا به جای اینکه مثلا همچین چیزی وجود داشته باشه، دلال ها اومدن وسط و دارن مثلا توی حوزه نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای اینجا واسطه گری میکنن و هر کسی که به دلال ها وصل باشه وارد یک فضای حاشیه‌ای شده و یه سری اتفاقا اینجا رقم میخوره و همین باعث میشه اصلا که فضای هنرهای نمایشی و حالا فضای هنری ما میره به سمت فضای غیر حرفه‌ای خیلی جاها و حالا روش برچسب حرفه‌ای زده میشه. این یه چیز خیلی کوچیکه، حالا منم حقیقتا به عنوان یه عضو کوچیک شاید دارم گندگویی میکنم. بزرگترین چالش من به عنوان بازیگر در وهله اول پیدا کردن گروه و کارگردان خوبه، این که بتونی توی گروه خوب مستقر بشی، بتونی کاراکتر خوبی رو ایفا کنی، توی نمایش خوب بازی کنی. با عنوان یه فارغ التحصیل بازیگری که از سال 90 شروع کردم به بازیگری و تجربه بازی در بیشتر از 20 تا نمایش رو دارم، هنوز هم دغدغه‌م اینه که چجوری نقش خوب پیدا کنم، چجوری با یه گروه خوب لینک بشم و به نظرم این بزرگترین مسئله بازیگرای الانه، این که در این عرصه که میدیا اومده، بازیگرها
خیلی حرفه‌ای شدن، امکانات و ابزارات خیلی پیشرفته‌ای دارن. چه جوری در این بازار خودت رو به عنوان یک بازیگر عرضه کنی که تقاضا داشته باشی؟ خواهشی که دارم نه فقط برای نمایش ریکچا، کلا برای تئاتر، مطمئنم هر کسی که میاد داخل سالن تئاتر یه نمایشی رو میبینه، مطمئنم که با یه حس خوب بیرون میره. حتی اگه مدتی غمگین شده باشه، بازم این حس براش جالب و میشه گفت هیجان انگیزه. ریکچا یه نمایشیه که میتونین بیاین ببینین، خوشحال بشین، با حال خوب از نمایش از سالن برین بیرون و همین. ببین یک چیزی که وجود داره اینه که ریکچا داره دست رو یک نقطه‌ای میذاره که من حقیقتا تا امروز کمتر دیدم کسی روی این موضوع یا این نقطه دست گذاشته باشه. مشخصا سربازانی که در مرزهای ایران برای دفاع از حریم مرزی ایران دارن خدمتشون رو میگذرونن، خیلی کم بهشون پرداخته شده، در حالی که به نظرم خیلی خیلی بیشتر باید بهشون پرداخته میشه. و خب این آدم ها رشادت عجیبی دارن میکنن، یعنی واقعا توصیف ناپذیر نیست اون حجم ترس و اون حجم شجاعت که تو امان با هم دارن تجربهش میکنن. مضافاً این که ما سعی نکردیم که این نمایش رو در واقع به یک شکل خیلی جدی که تماشاگر حالا با یک سری آسیب‌های روانی از سالن ما بره بیرون اجرا بکنیم. اتفاقا اومدیم سعی کردیم که با شوخی کردن و با ایجاد یک فضایی که حالا تلطیف بکنه وضعیت رو و بشه گهگاه خندید و حالا فضا رو بیشتر باش متوجه شد، این موقعیت رو توصیف بکنیم. به نظر من دیدن ریکچا این الزام رو داره، به خاطر اینکه ما متوجه بشیم چه آدم‌هایی در مملکتمون دارن چه کارهایی انجام میدن و ما اصلا حتی نمیدونستیمش. احتمالاً بهترین توصیف هم همون پونزی باشه که همیشه ازش حرف میزنن. حقیقتاً اون آدم‌ها زیر پونزن، چون دقیقاً مرزهای ما رو دارن حفاظت میکنن ازش. خیلی سوال سختیه، خیلی سخت. شما با ریکچا تقریباً از 402 داریم زندگی میکنیم. ریکچا برای ما به نظر من، یعنی حداقل برای من و تیم، خودم رو میتونم بگم اینه که همش برای من ویژگیه. ولی شاید پررنگ ترین چیزی رو بخوام بگم، ریکچا یک رفاقت معصومانه ای داره برای من بازیگر که کنارم رفیقام هستن و به نظرم عنصر گم شده این روزای جامعه‌مونه. یعنی اینکه یه جایی قلب همه برای یکی بتپه و قلب یکی برای همه. اما خدا رو شکر اصلا بیس زمانی که با هم دست دادیم، من، علی، فرتاش، مهدی، لقمان، امید، جلال، همین بوده. یعنی اتفاقه برای ما این بوده که دست دادیم که رفاقت بکنیم، نه تئاتر کار بکنیم. خدا رو شکر داریم نتیجهش هم میبینیم دیگه. اگه دوست داشتید بیاین فقط کار رو ببینید و یه ساعت کیف کنید و همه چی رو فراموش کنید، بیاین ریکچا رو ببینید. به نظرم ریکچا قوی ترین ویژگیش اینه که هم قشر عام و هم قشر خاص رو راضی نگه میداره. کار تونسته با همه ارتباط بگیره، در عین حال که موقعیت‌های کمیک و خنده‌آور داره، تراژیک هست، فرم داره، روی بدن بازیگر ایستاده. در عین سادگی کار به شدت تمرین شده و دیدنش برای مخاطب خالی از لطف نیست. من فکر میکنم که کار تر و تمیزیه. اکثر بازیگرای این کار همگی ارشد کارگردانی یا بازیگری هستن و کار تونسته مخاطب خاص و عام رو نگه داره پای کار. به نظرم این ویژگی نادریه، معمولا از یه ور میفته، ولی خب ریکچا تونسته این تعادل رو حفظ کنه. در عین سادگی کار یه تصاویر خوبی داره، کار بازی‌های خوبی داره، کارگردانی خوبی داره، موضوعش موضوع بروز و جالبیه، دغدغه اکثر پسرها و جوونا هست و خیلی راحت میتونه با مردم ارتباط بگیره. از اونجایی که خب یه سریا نرفتن دغدغه شونه، یه سریا رفتن و این خاطراتشون زنده میشه، با این مسائل دوباره یه مواجهه دیگه خواهند داشت. از این حیث کار قابل ارزش و قابل ستایشیه. من کوچیک‌تر از اون چیزی هم که بخوام مثلا با مخاطبین تئاتر صحبت بکنم، ولی در جایگاه یک بازیگری در یک نمایشی در یک سالونی اگر بخوام با مخاطبان تئاتر صحبت بکنم، اینه که تئاتر رو لطفاً
جدی بگیریمش. چرا؟ به خاطر اینکه تئاتر ویترین فرهنگی هر کشوری میتونه باشه و مواجه شدن باهاش شاید بشه گفت از الزامات هر زندگی باید باشه. یه چیز دیگه مثلا یادم فکر کنم. تئاتر دیدن انتلکتوازی نیست. تئاتر دیدن یه سرگرمیه، یه شاید تفریحه، خیلی ساده و خیلی روون میشه آدما برن و به جای اینکه پولشون رو تو جایی صرف بکنن که احتمالاً عاید فکری جسمی براشون نداشته باشه، دقایقی رو بیان در یک سالن تماشایی بشینن و خب مواجه بشن با یک اثری که هم کیف میکنن، هم فکر میکنن، هم لذت میبرن، هم وقتشون گذرانده میشه، هم واقعا اثر به نظر من اثر خوبی روی انسان داره. خیلی حرف زدم. از بی برقی، بی آبی، بی پولی، دغدغه‌های سخت اجتماعی، ترافیک، آلودگی هوا، یعنی همه چیزی که هممون داریم توش زندگی میکنیم. میدونم شاید تئاتر خیلی تو سبد اقتصادی مخاطبان نباشه و یک عنصر یه ذره کم رنگ شده‌ای باشه، ولی من خواهشم اینه که مخاطب‌ها بیان اصلا صحنه تئاتر رو به عنوان تماشاگر خالی نکنن. چرا که حالا یک بحث خیلی کلی وجود داره که اصلا نمیخوام وارد اونجا بشم، ولی ما چشم امیدمون اینه که این کار رو برای مخاطب اجرا ببریم و حالا یا مخاطب بیاد خوشش بیاد، تمام تلاشمون اینه و به نظرم ما زمانی میتونیم بگیم که یه کاری رو داریم درست انجام میدیم یا حالا به قول قدیمیان نون حلال داریم میخوریم که مخاطب خوشحال از اینجا بره بیرون و تلاش ما اینه. ولی حداقل بیاد، اگرم دوست نداشت مثلا بیاد کاملا نقد کنه، در خدمتش هستیم، ولی فقط بیاد، چون که امیدمون به مخاطب دیگه. اصلا تئاتر بدون مخاطب یعنی هیچ. این کار کارگاهی یک سری دانشجوی تحصیل کرده است که البته الان هممون تقریبا فارغ التحصیل شدیم، که واقعا با جون و دل مایه گذاشتن، تمرین کردن، جشنواره‌های مختلفی رفته کار که در تقریبا همه جشنواره‌ها کار برگزیده شده، جایزه‌های زیادی گرفته. حاصل تلاش این آدم هاست و بسیار فکر شده روش، بسیار تمرین شده. به نظرم ارزش اینو داره که وقت بذارن و حداقل بیان کار رو ببینن، کار دیده بشه. کار لیاقت دیده شدن رو داره و این بچه‌ها هم لیاقت دیده شدن رو دارن. از این حیث دعوت میکنم از همه بیان کار رو ببینن و به هر شکلی که میتونن تبلیغ کنن برامون، چون در نهایت تنها حامی ما همین تماشاچی هستن. اگه درست بهمون گفته باشن تا 20 شهریور سالن قشقایی تئاتر شهر ساعت 18 اجرا میشه. یعنی اینو دیگه نمیدونیم. نمایش ریکچاه. خب برای اینکه بدونین میگم نمایش ریکچاه تا 20 شهریور، طبق چیزی که من میدونم، تا 20 شهریور توی سالن قشقایی تئاتر شهر ساعت 6 برگزار میشه. نمایش ریکچاه سالن تئاتر شهر، سالن قشقایی، ساعت 18 یا همون 6 بعد از ظهر. امیدوارم که تا آخر شهریور تمدید بشیم، ولی فکر نکنم تا نیمه شهریور هستیم و من خواهشم اینه که هرچی زودتر بیان خیلی بهتره. هم ما لذت میبریم، همونا لذت میبرن، همونا میرن تبلیغ کار ما رو میکنن، اما باز از حضور بقیه و دوستاشون لذت میبریم که اونایی که تبلیغ کردن میان کار ما رو میبینن. فکر کنم خیلی علتهای مهمی گفتم برای اینکه بیان دیگه. خب بس اگه بیان که واقعا ممنونتونیم، ولی بیاین دیگه. جدا از شوخی دمتونم گرم. ما هر روز ساعت 6 در تالار قشقایی تئاتر شهر هستیم. اگه خواستین یه ساعت همه چی رو فراموش کنید، فقط بیاین یه کمی ریلکس بکنید و آرامش داشته باشید، بیاین ما رو ببینید. ما تقریبا تا 20 شهریور هر روز ساعت 18 سالن قشقایی تئاتر شهر اجرا داریم.